سلام علیکم دوستان عزیز، سلامت و خانواده با سلامت باشید. باز به شما میگم که ویدیوهای من رو با دقت تماشا کنید. با دقت تماشا کنید و با من وعده دید که پس از این ویدیوهای قصه تلخی من یگون کامنتری بجو نمی نویسید. فقط کامنتری خوب می نویسید یا اینکه یگون چی نمی نویسید. تماشا کنید، یگون کامنتری نجون ننویسید. اگر که نویسید کامنتری خوب نویسید. ها، با یک چیز میگم به شما. در کامنتری من یوتیوب یگان کس رو، یعنی که ویدیو کسی رو نگذارید. در کامنتری من دیدم یوتیوب عالم ها رو میگذارن. من خودم عالمه هستم، عالمه هم اسلامی هم دنیوی هستم. برای من یگان یوتیوب نه عالم های اسلامی نه عالم های دنیوی رو نگذارید، نه عالم های طبی رو. من هم عالمه اسلامی هستم، هم عالمه دنیوی هستم و هم عالمه چی میگن دانشمندی سوهای طب هستم. در کامنتری من یگان چی میگن سایت یگان کس رو آورده نمونید. دیدم در کامنتری ادلیت کردم. نگذارید. من از شما هیچ چیزی نمیخوام بغیر از سخنی خوب. من از شما نه نصیحت مرا کنید، نه راهی راست نشان دهید. من در راهی راست هستم. من باید که شما رو نصیحت کنم. انسان‌هایی که سخن‌های قبیح می‌نویسید، انسان‌های خوب هستید، من به شما فقط به یاد میارم. برای اینکه در آیات قرآن آمده است که به یاد بیارید، باید آوردنشون با این برای انسان‌ها منفعت آور است. بله، مرا نصیحت نکنید. من به شما برآمده رقص بازی نشون نمیدم. من برآمده به شما تمام جسمم رو مثل انسان‌هایی که میلیون پرسنوتر میگیرن، میلیون لایک میگیرن، من تمام وجودم رو به شما نشون نمیدم. شما با اونها میلیون میمانین، به من باشد یک تا لایک رو گفتید چیکار که میبخشید ببینید من دارم تا درخت یک میخورد و من عیب نمیدارید. یا که یگان چی ننویسید، تماما ننویسید یگان سخن. اگر می نویسید سخنی خوب نویسید. دویمش سومش یگان سایت کسی دیگر رو در تگ ویدیوی من نگذارید. همین، خودتون تماشا کنید، خودتون عمل کنید. من عالمی با عمل هستم. من زنبوری بی اصل نیستم. من علم گرفتم رو باز به شما میگویم. از سال 2000 تا 2018 در تاجیکستان کار فعالیت کردم. از 2018 تا 2024 در تربیت فرزند بودم و در گرفتن دانش دیگر در روسیه بودم. باز از سال 2025 با شما در خدمت شما برآمدم. همین، من عالمی با عمل هستم. زنبوری با اصل هستم. علم هنرم رو، کسب هنرم رو با انسان ها میدم. من غیر این علمگیری چقدر بیماران رو در تاجیکستان تابت کردم. من از سال 2007 تا 2018 11 سال من فقط بیماران رو تابت کردم. بیمارانی روحی رو، بیمارانی که همه گونه بیماران رو تابت کردم. بله، من بغیر از علم هنر رو با چی میگن کسب هنر با انسان ها با طبی هم تابتم کردم. من در روزهای استراحتی هم تابت میکردم انسان ها رو، بیماران در روزهای شنبه یک شنبه. حتی من روز شنبه یک شنبه کار میکردم. خواهرم وقتی که ما در چچنیه بودم کار نمیکردم که دخترم رو تربیت دخترم بودم وابسته بودم. بعد میپرسن که تو چرا کار نمیکنی؟ چه سو میپرسن تاجیکو، من میپرسن که چرا کار نمیکنی؟ بعد خواهرم گفتن که در سوالشون جواب ده که من در تاجیکستان 18 سال شب روز کار کردم. شب روز میدونی چه کار کردم؟ من روز خدمت خلق وطن بودم، شب در خدمت خاطر خوشنامان شوهر و پدر و مادر. 36 سال میشدم. خیلی خواهرم با من گفتن که گویا کسی که سوال میکنه گویا که من 36 سال خدمت کردم، خدمت خلق وطن، پدر و مادر و شوهر و خاطر خوشنامان. من اینجا تا روسیه دمگیری اومدم استراحت کنی، لیکن در برای استراحت کنی من دخترم رو تربیت کرده ایستادم. نسل نورس رو برای آینده تیار کرده ایستادم. من میخوام به سوالش جواب بدم. خواهرم به من گفت باید چه حال داره که به تو سوال میده که تو کار نمیکنی، تو از حساب کی خورده میگردی؟ آخه من در تاجیکستان کار فعالیت کردم، با همراهی هم سومم رو آوردم، سوم کار میکردم تاجیکستان. نه آوردم از سوم خودم زندگیم رو بردن گرفتم. با در همون چچنیه چقدر انسان ها رو توبت کردگیم، جمع میکردم، توبت میکردم، درس انگلیسی میدادم، مثل که سوم به دست میآوردم در آنجا. همین اینجوری. بله، آدم میگن که هنر بیا از که بدر، هنر آموز که از هنرمندی که در کوچه در نمانی. من در کجا که میرم در اومدم است، در اون چشنی در اومدم بود. در همین شهری که هستم گفتم در یک کنکورسی هم چی کردم، پولشویی کردم که برای بلیط خرم برای تاجیکستان رفتن آمدن. الله تعالی با انسان هنر میدهد، آدم هنرمند هیچ خوار نمیشود.
بعد خواهرم گفتن که میخوای گویی که من 36 سال خدمت کردم اینجا، اومدم یک دو سال دام میگیرم بعد کار میکنم، استراحت کنی اومدم. خواهرم گفتن که گویی که آدم ها روسیه کار کنی آیند، من روسیه دامگیری اومدم. نه سوال شخصی، چرا شما با انسان ها میدین؟ نمیخواست اون که در آیات قرآن اومده است که انسانی که از خداوند میترسد تقوا دارد، الله تعالی اون بنده را از اون جایی رزق میدهد که اون بنده خودش حس نمیکنه. بله من با الله تعالی که رابطه که داشته باشم، الله تعالی به من رزق میدهد از اونجایی که من خودم اون رو حس نمیکنم. نمیخوانه انا میگونم. بله التماس باز میگم که با من کامنتاری های خوشوری نویسید، نمی نویسید کامنتاری غیر کامنتاری خوشوری دیگه همش ننویسید. نمی نویسید کامنتاری خوشوری، لایک کنید، پادریست کنید، پادپیساس کنید، خب تا اینکه аудиторияی من کلان شود. اما در آینده ویدیوهای خوشوری زیبا برای شما ثبت کرده گذارم. خب مرا قدردانی کنید، بی‌قدری نکنید.